حتی از خود برترت، آگاهی برترت میتونی سوال کنی. یه پست ما از شما داشتیم که شما مدیوم شده بودید و به تاریخ 15/2/1405 رفتید جهت مکاشفه، یعنی اینکه ببینید چه اتفاقاتی افتاد. خب صداتون اونجا یه مقدار ضعیف بود، تو حالت تتا و دلتا بودید و صحبت کردن خیلی براتون سخت بود. دوستان میخواستم ببینن که شما دقیقاً چه چیزی رو دیدید. الان که میتونید صحبت کنید، صحبتاتون رو بگید، دقیقاً چه چیزی رو دیدید؟ اون برون فکنی که شما برای من انجام دادین، خب صحبت کردن خیلی سخت بود. نمیتونستی چیزی که به چشم میبینی و به زبون بیاری. فقط سوالایی که شما از من میکردی که جنگ شده، خرابی میبینی، من اونجا میدیدم ولی نمیتونستم به زبون بیارم. فقط میتونستم با آره و نه شما جواب بدم. بله خرابی بود، دود بود، آتیش بود، خونه‌هایی که خراب شده بودن ازشون دود میومد. یعنی در تاریخ 15/2/1405 شما دیدید که جنگ تموم شده بود، درسته؟ بله. بعد شما از چطوری فهمیدید که جنگ تموم شده؟ چون یه امنیتی توی شهر انگار برقرار شده بود که مردم از خونه هاشون زده بودن بیرون، یا مثلا اون حس اون امنیت رو بهت میداد. بعد من از خود برترین که شما به من گفته بودین که اونو کنار خودم ببینم، اون انگار به من میگفت که الان همه جا امنه، همه جا امنیت دارین، تموم شده همه اون خرابی‌ها که به بار اومده دیگه، الان همه جا امن شده دیگه. هیچ مشکلی برای این که اصلا تو بتونی از خونه بیای بیرون یا مثلا بخواد باز جنگنده بیاد یا چیزی بیاد، نه، وجود نداره. دوستان توجه داشته باشید که ایشون گفتن که خرابی دیدم و من پرسیدم که آیا جنگ شده، آیا چه اتفاقی افتاده، چون که اون ویدیو خیلی چیزا بود که نمیشد گفته بشه توی اون ویدیو. به خاطر همین عده‌ای فکر کردن که این القا بوده. آیا این القا بوده؟ من به شما القا کردم؟ نه، من همه چیزو با چشم داشتم میدیدم، فقط نمیتونستم بیانش کنم. آیا من به شما گفتم که برید ببینید جنگ شده؟ نه، فقط گفتم برید ببینید، به اون تاریخ برید، همون. درسته؟ بله درسته. اینم باز بهتون بگم دوستان، این مشاهداتی که ایشون داشتند بازم به عنوان سند قطعی حساب نخواهد شد و ما صرفاً یک آزمون و خطایی رو داریم انجام میدیم. ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. نور باشید.